اعلان شدن سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعتشناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف از جانب پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برابر دیگر وزارت و مؤسسه ها و کارخانه های خرد و بزرگ کشور کارمندان ساحه طب را نیز وادار ساخت که برای رشد ساحه سهمی منفعت آور رسانند. وابسته به این ما تصمیم گرفتیم که این نوبت در برنامه شفاخانه طبیعت صحبت داشته باشیم با مدیر کاتدرای کیمیای فرماسیوتی و زهرشناسی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا، دکتر علم‌های کیمیا پروفسور عمرعلی رجبوف. استاد، خیلی شاد هستم که این لحظه میتوانم با شما صحبت داشته باشم. روی میز کاریتون چند نمود ظرف‌های پر از دارو را میبینم. مرحمت کرده میگفتید که این چه نمودی داروواری است و در کدام سمت استفاده برده میشوند؟ پیشنهاد پیشوای محبوب معظم ملت پرزیدنت کشورمان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در باب رشد علم‌های دقیق و ریاضی و طبیعت شناسی در ساحه معارف ما کارمندان ساحه تندرستی را وادار می‌سازد که در این بخش سهمی منفعت آوری رسانیم. پیشوای محبوب معظم ملت در اکثر برآمد و پیام‌هایشان تکرار به تکرار تاکید می‌نمایند که به طبابت بیماران همه وقت کفالت داده می شود که اگر ماده های دارویی صفتاً تازه دریافت کرده شود. به این وسیله هدف اساسی کارمندان کاتدرای کیمیای فرماسیوتی و زهرشناسی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا امروز دریافت و کارکرد ماده های دارویی صفتاً تازه که در طب بیطاری وترینری استفاده می شوند و خاصیت ضد میکروبی و ضد طفیلی دارند به شمار می رود. گپ در سر آن است که همه گونه مواد دارویی که پیش از همه قبلا دریافت می شوند اولا در طب وترینری استفاده می شوند و تدریجاً بعداً به آدم تطبیق می شوند. با این وسیله در کاتدرای کیمیای فرماسیوتی و زهرشناسی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان آزمایشگاه معاصر مجهز شده است و در این آزمایشگاه کارمندان کاتدرای ما اسپیرانت ها، دکترانت ها کار و فعالیت میکنند و برای دریافت ماده های نوی دارویی کمر همت بستند. با این وسیله در طول سالهای آخر یک چند ماده های دارویی به مثل الپسینکات، مالپسینکات، الپکوپرول، مالپکوپرول و دیگرها دریافت شدند که امروز برای نابود نمودن منیزیازها، کرم‌های تصبه شکلی که در عضویت در روده باریک خود حیوان از وجود میکنند استفاده میشوند. منیزیازها کرم‌های تصبه شکل بوده، آنها در یک مدت معین خود چاروا یا اینکه خود حیوان را نابود میسازند و پیوستگی های ما پیوستگی های کمپلکسی اصلا به شمار می روند. یعنی که در اساس متال های انتقالی، فلزات انتقالی با پیوسته های گیتراسیکلی، دیبازول، البندازول و دیگرها سینتز کرده می شوند و نتیجه همین است که آن ماده های دارویی که از بیرون کشور به تاجیکستان عزیز ما وارد می شوند، ماده های دارویی ما نظر به این ماده های از بیرون وارد شونده افضلیت بیشتری دارند. استاد، اطراف این داروی اختراع کرده دست اندرکاران کاتدراتون حرف میزدید. میگفتید که این دارو چی نام دارد و افضلیت آن از داروهای خارجی در چیست؟ تشکر. یکی از این داروهایی که در اینجا شما خاطر نشان کردید الپکوپرول است که در نمود سوسپنج استفاده می شود و در نمود تبلیت هم استفاده می برند. سوسپنج این خودی همون مواد دارویی البندازول یا اینکه الپکوپرولی که سینتز می شود در آب نفس حل نمی شود، با آب آمیخته می شود و در یک مدت معین یک 2 روز 3 روز و غیره نگه داشته می شود، آهسته آهسته تحشیل می شود، یعنی در آب پره حل نمی شود،
با آب آمیخته می شود. همین رو سوسپنژ می گویند. ما در نمود خودی الکوپرول در نمود مواد 22% تیار نموده با شوربه استفاده می بریم. و گپ در سر اون است که احتیاج یک ساله جمهوری تاجیکستان به همین موادها و موادهایی که به مقابل همین خیل توفیلی ها استفاده می شوند 5 تن را تشکیل می کند. برای خریداری نمودن موادی که از بیرون در مقابل مواد ما وارد می شود به جمهوری البندازول است. ولی زهرناکی البندازول کمی بلندتر است. یعنی که LD 50 وی 500 است. زهرناکی مواد ما نظر به زهرناکی مواد از بیرون وارد شونده انقریب 5 مرتبه کم است. این یک طرفی مسئله. طرفی دیگر همین است که با البندازول توفیلی ها می توانند در یک مدت معین اونس بگیرند. اونس که گرفت این دارو رو توفیلی دیگر استعمال نمی کند و برای این خودی البندازول رو به دیگر مواد دارویی مقابل کرم عوض کردن لازم می آید. که هیچ که در بالا من تذکر دادم این برای اقتصاد کشور ما یعنی که ضرری نهایت زیاد می آورد، ضرر اقتصادی می آورد. با ماده دارویی ما مثال الکوپرول باز داروی دیگر من مالپسینکت است، یگان میکروارگانیسم یگان گوییم که توفیلی اونس نمیگیرد. برای این استفاده یک کرته موادی ما یعنی که توفیلی و یا که میکروارگانیسم رو پره نابود میکند. بعدا این موادها در کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است و در فارماکوپی دولتی کمیته آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون مواد وطنی وترینری اعتراف شده است و امروز استحصال صنعتی این ماده را ما عهد کردیم که براه مانیم و احتیاج یک ساله جمهوری تاجیکستان را که 5 تن است یعنی که تامین نماییم. زهرناکی گفتم چی رو در نظر داره؟ زهرناکی همین است که گپ در سیر آن است که از معیار زیاد استفاده بردن آن چاروا را میکشد نابود میکند. به همون معیاری که چاروا نابود نمیشود نمیمورد خودی همین مواد رو به همون معیار استفاده بردن لازم است. همه مواد یک به درجه معین زهرناکی دارد. برای همین ما اون معیارهای استفاده میکنیم که چاروا را نابود نکند نکشد و در آینده به آدم ضرری مادی و معنوی نرساند. جزءهایی که برای استفاده بودن و بی‌ضرر گرداندن یا کم ضرر بودن همین که مساعدت میکند از کجا شما دسترس میکنید؟ بله گپ در سر اون است که اصلا این موادها برای این موادها همشون موادهای سینتزی اند و منبع اساسی اشیای اساسی این ماده ها از خارج کشور وارد می شود و همون از خارج کشور مثلا از البندازول رو با متال های انتقالی با آهن با مس با نقره با روح ما آمیخته کرده از اینا پیوست‌های کمپلکسی تمام پیوست‌هایی که اون خاصیت‌های پیشینه و تکرار نمی‌کند سینتز می‌کنیم. ما فرض کنیم اگر البندازول زهرناکیش اگر LD 50 اگر 500 باشد هنگام پیوستی کمپلکسی حاصل شدن زهرناکی اون 5 مرتبه کم می‌شود و خصوصیت معالجویش به همین درجه زیاد می‌شود و خودی همین مواد به طور کیمیایی ما استحصال می‌کنیم تازه می‌کنیم با راه‌های گوناگون ترکیب این رو تحقیق میکنیم بعداً با طریقه‌های گوناگون زهرناکی این رو در آزمایشگاه‌ها مثلا در آزمایشگاه مرکزی علمی تحقیقاتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان و انستیتوت مسائل امنیت بیولوژی اکادمی کشاورزی جمهوری تاجیکستان اینها رو زهرناکی شدید است زهرناکی مزمنی است بعداً دیگر خاصیت‌هاش همش معین کرده بعد در چاروا استفاده میبریم بعد تمام خاصیت‌های این مواد رو آموختن بعد با اجازه کمیته آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ما امکانیت پیدا میکنیم که این مواد را در خارجگاه جمهوری تاجیکستان استفاده بریم تا اینکه در آینده این به خود انسان هم ضرر نرساند. استاد همکاری‌های کافدرای شما با کدام خواجگی‌های کشور به راه مانده شده است؟ بیشتر با خواجگی‌های خصوصی یا اینکه خواجگی‌های دولتی؟ گپ در سر اون است که ما
برای تحقیق ترکیب خیمیایی این موادها با آزمایشگاه‌های من پیش از با آزمایشگاه مرکزی علمی تحقیقاتی خود دانشگاه، بعداً با انستیتوت مسائل امنیتی بیولوژی اکادمی علمی کشاورزی جمهوری تاجیکستان، با انستیتوت علمی تحقیقاتی کیمیای اکادمی ملی علمی جمهوری تاجیکستان، با دیگر انستیتوت‌هایی که به واسطه با علم تحقیق نمودن ترکیب پیوستگی مشغولند همکاری میکنیم. بعداً توسط انستیتوت مسائل امنیتی بیولوژی اکادمی علمی کشاورزی جمهوری تاجیکستان با خوجگی‌های جمهوری تاجیکستان یعنی که قرارداد داریم که این ماده ها را در خود خوجگی جمهوری تاجیکستان استفاده میکنیم. بعداً از آنها سندی یعنی معالجه را گرفته ما امکانیت پیدا میکنیم که این را به خوجگی کلان جمهوری تاجیکستان استفاده بریم. استاد، این لحظه میخواستم اندیشه های شما را همچون یک عالم نمایان ساحه کیمیا اطراف زمان صاحب استقلالی کشور بفهمم. عالمان را بر عقابان من برابر میکنم، هم جسور، هم زور، هم هوشیار در پرواز خود. می پرد از ابر بالا، ذره را بیند به خاک. تیزبین و تیزگیر است او به دنیای وجود. در نزد دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا مرکز فارماسیوتی، مرکز علمی استحصالی فارماسیا من سال گذشته سال 2021 با کار شروع کرد که در خودی همین مرکز فارماسیوتی زیاده از 20 مواد نوی دارویی که به گیاهای شفابخش تاجیکستان اساس کرده شده است دریافت کرده شد و امروز استحصال صنعتی اینها برآورده شده است و این برای باز رشد یافتن، نمو یافتن، پیشرفتن علم فارماسیا در تاجیکستان کمک میکند. در تاجیکستان زیاده از 3600 نمونه گیاه ارزی وجود میکند. ما کوشش میکنیم که به همین بیشتر تکیه کنیم، از گیاهای شفابخش بیشتر ماده های دارویی تیار کنیم، کارکرد کنیم که برای سالمی جامعه امروز یعنی که کمک کند و از بیرون کشور، از خارج کشور حرکت میکنیم که ماده های دارویی رو کمتر وارد کنیم، زیرا که امروز زیاده از 90% ماده های دارویی از بیرون کشور وارد می شود و پیشوای محبوب معظم ملت در همه پیام و برآمدهایشان تکرار به تکرار تاکید میکنند که ما حدالامکان 60% مواد دارویی را در کشور در خود تاجیکستان استحصال نماییم، زیرا که ماده دارویی که از بیرون وارد می شود صفت آنها خوب معین کرده نمی شود و برای همین هم ما به همین کار کمر همت بستیم، کوشش میکنیم که ماده دارو در خود کشور تاجیکستان، کشور عزیزمان بیشتر یعنی که به دست بیاریم، دریافت نماییم. ما در طول سالهای دراز از سال 2000 تا امروز زیاده از 20 مواد نوی دارویی بررسی کردیم و قسم زیادی اینها امروز در خوجگی جمهوری تاجیکستان استفاده می شود و پروفسوری کافدره ما اکادمیک بابیزاده غلام قادر مکمل که امروز نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از مرزی تاجیکستان اون کس را میدونن، میشناسن، قدر میکنن. ماده های دارویی اون کس تیماچین، تیماگر همچون مواد اعتدال گرداننده مسئولیت استفاده می شود و بسیار کشورهای دنیا این ماده را امروز یعنی که اعتراف کردند و از این ما افتخار میکنیم که همین ماده های دارویی پیشه کرده ما همچون ماده های دارویی وطنی امروز اعتراف کردند و در تاجیکستان این ماده هایی که اکادمیک بابیزاده غلام قادر پیشه کردند یعنی که دریافت کردند این یگانه مواد دارویی به شمار می رود که از سال 2009 تا به امروز من همچون مواد اطلاع گرداننده مسئولیت استفاده می شود و تمام جمهوری و بیرون از جمهوری این را استفاده می کنند.
استاد تشکر برای یک صحبت پرمحتوایتان. همیشه صحتمند و سربلند باشید.